باورت نمیشه اگه بگم من تا پارسال خودم هم نمیدونستم موهام فره. دیروز که موهام شستم انقدر کار داشتم که بستمش و دویدم. حالا بریم واسه استایل. اول با این مهپاش خوب موهامو خیس میکنم، بعدش یکم کرم مو میزنیم، بعد با برس بونسکر گره موهامونو باز میکنیم. خدایی این برس بی‌نظیره. حالا چون خودم بلد نیستم دسته بندی کنم، خانومی موها رو دسته بندی میکنه. ژل مو میزنیم. البته خیلی مهمه که ژل مومون مواد مضر نداشته باشه. بعدش دوباره با برس بونسکر موهامونو استایل میکنیم. این برس هم واسه واز کردن گره های مو خیلی عالیه، هم واسه حالت دادن. تو این مرحله گیره ها رو باز میکنیم و موهای باقی مونده رو استایل میکنیم. موها رو اسکرانچ میکنیم و میریم سراغ دیفیوزر. با دیفیوزر موها رو کاملا خشک میکنیم، با شونه پیک موها رو از کف سر جدا میکنیم و این هم نتیجه نهایی.